اما قسمت دوم از کسانی که بر آنها عذرها هست، صلات المسافری و تشتمل علی، میگن نماز مسافر که وی عبارت است از اولا قصر صلات رباعیه و فیه مسائل. اولا قصر نماز 4 رکعتی، یعنی کوتاه کردن نمازهای 4 رکعته با 2 رکعت. مسئله اول حکم قصر، یک نمازها را در سفر قصر خواندن چی حکم دارد؟ در میان اهل علم اختلاف نظر دارد که قصر نماز 4 رکعتی برای مسافر مشروع است، یعنی جایز و سنت است و دلیل این مسئله قرآن و سنت و اجماع است، یعنی که انسان اگر که در سفر باشد باید نمازها را کوتاه بخواند. اولا دلیل از قرآن، الله میفرماید در سوره نساء آیه 101 و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. و وقتی که شما در زمین سفر کردید، در سفر برآمدید، پس گناه بر شما نیست که نمازها را کوتاه بخوانید اگر توانید، اگر ترسید که کافران شما را در فتنه می اندازند. پس نماز را قصر کردن در سفر هم در حالت ترس و هم در حالت امنیت این جایز و روا و درست است، چون بعضی از مردم میفهمند که تنها در حالت ترس نه، یک در حالت مشقت میشمارن بعضی از انسان‌ها. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که پرسیدند که چرا حالا مردم در امان هستند و باز نماز را قصر میخوانند بدون یگان مشکلی، پیامبر در جواب چی گفتند؟ صدقتون، گفتند این یک صدقه است. خوب گوش بدهید، این یک صدقه است. تصدق الله بها علیکم، پروردگار الله برای شما این را صدقه کرده است. فاقبلوا صدقته، پس صدقه الله را بپذیرید، قبول کنید، گفتن صلی الله علیه و سلم. پس این نمازها را در سفر کوتاه خواندن این یک صدقه از جانب الله است که باید ما اون را بپذیریم، چون پیامبر امر کردن که گفتن فاقبلوا صدقته، پس صدقه پروردگار را بپذیرید. ارزشمندترین و بزرگترین صدقه از جانب الله سبحانه و تعالی بر بندگانش است. روایت مسلم تحت رقم 686. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین خلیفه های او همیشه در سفر نمازها را قصر می‌خواندند. این از ابن عمر رضی الله عنهما که فرمودند اینی صحیبت رسول صلی الله علیه و سلم، من صاحبی کردم رسول صلی الله علیه و سلم را، که با همراهی پیامبر فی سفرین در سفر بودم. فلم یزد علی رکعتین حتی قبضه الله، پیامبر در سفر هیچگاه نماز را فرا نمی‌خواندند، از 2 رکعت زیاد نمی‌خواندند حتی اینکه الله جان او را قبض کرد. این از پیامبر، این از پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعضی از مردم میگن خیر ما پورا بخونیم، خیر چیکار میکند؟ سپس ابن عمر میگه که فصاحبت ابابکر، من سپس با همراه ابوبکر در سفرها بودم. فلم یزد علی رکعتین حتی قبضه الله، که ابوبکر صدیق هم در هیچ سفر نماز را از 2 رکعت زیاد نمیخوندند حتی اینکه الله جان او را قبض کرد. پس بیش تو باید با سوی سنت پیامبر، با سوی سنت ابوبکر و عمر. روایت مسلم تحت رقم 689. سپس او همچنین از عمر و عثمان یادآور شد و فرمود که این گونه انجام دادند این بزرگواران. و همچنین روایتی که از ابن عمر که پیامبر فرمودند ان الله یحب ان یؤت رخصه، الله دوست می‌دارد که کسی رخصت‌های او را قبول کند. گوش بدهید ای صاحب عقلان، الله دوست می‌دارد آن کسانی که رخصت‌های پیامبر رخصت‌های الله سبحانه و تعالی را قبول کند، کما یکره ان یؤت معصیته، همانطوری که الله بد می‌بیند که او به معصیت چنگ بزند. روایت احمد تحت رقم 5832 و البانی این را در ارواء الغلیل تحت رقم 564 صحیح دونستند. این بود دلیل از قرآن و سنت و اقوال صحابه. سپس دلیل از اجماع اتفاق علماها. بارک الله فیکم. تمام علما اتفاق نظر دارند که نمازها را انسان در سفر باید قصر بخواند، کوتاه بخواند و این به طور ضروری در دین معلوم است و تمام امت بر جایز بودن نمازهای 4 رکعته را 2 رکعت در سفر خواندن اتفاق کرده هستند. از این رو نگاه داشتن این سنت پیامبر، رخصت الله بر بندگان و صدقه الله بر بندگان و استفاده از این رخصت بهتر و اولاتر و کاملتر و نیکوتر است از ترک آن را دیده. چون بعضی از مردم میگن خیلی ما 4 رکعت بخونیم چیکار میکند؟ مخالفتی سنت پیامبر کردی، مخالفتی گفته الله را کردی، صدقه الله را قبول نکردی، نپذیرفتی، رخصت پروردگار را نپذیرفتی. ما همین رو گفته ایستادیم، نمازهای 2 رکعت ها، نمازهای فریضه را که 4 رکعتی باشند آنها را 2 رکعتی میگذاری. حاضر بیان میشود. مسئله دوم، در مسئله دوم این را ذکر مینامیم.